سلام، خوش اومدین به تلیکابین. انقدر سر ویدیو نوستالژی به ما انرژی دادید، انقدر حمایت کردید از من و محسن لرستانی ایکس لارج. سریع اومدیم استودیو یه ویدیو بلند یوتیوبی بگیریم از نوستالژی. دم بچه‌های پشت صحنه گرم که اومدن و شبات 3 و 4 نشستن، آیتم جمع‌آوری کردن واسمون و ما اینجا منتظریم که ببینیم چی در انتظارمونه. محسن لرستانی ایکس لارج اسم منه. سلام عرض می‌کنم خدمت تمام دوستان. ما اومدیم خیلی انرژی گرفتیم. مانی به من زنگ زد گفت شب بعد گفت رامبو 6 کا خوردیم 7 کا خوردیم. صبح به من زنگ زد رامبو 67 کا ویو خوردیم. من استودیو بودم اینور داشتم یه چیزی واسه کلاسام ضبط می‌کردم. یه 3-4 ساعت گذشت از استودیو اومدم ببین رامبو 100 کا ویو خوردیم. مرسی بابت انرژیایی که به ما دادید. بریم ببینیم امروز ویدیوها چی هستن. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بریم ببینیم. دنیا از ذرته، برگ درخت از ذرته، خود ذرت از ذرته، خونده از ذرته. تئوری جالبیه ولی فکر کنم به اون میگن خورشیده. گالیله بیرون. این کارتون شوک‌گذاری، روز شوک‌گذاری، بوقلمون شوک‌گذار. الحمد لله رب العالمين اللهم تقبل مني. فرار بوقلمون ها. فرار بوقلمون ها یکی از کارتون هایی که دوبلش خیلی ترکوند. کلا کارتون دوبلش خیلی میترکونه تو ایران. یادش بخیر، یادش خیلی بخیر. دیگه نگم دیگه، اصلا دیگه نگم دیگه چیه داستان. پشت های نینجا دوستان اینی که گذاشته که نوستالژی نیست. همین الان همه میبینیم اینجا نوستالژی نیست. بذاریم کنار. لاک پشت های نینجا که نوستالژی دورترین کلمه به نوستالژیه. چی بگم دیگه، از این محسن لرستانی بیشتر هستم. بعدی این خیلی ترند شده الان توسط بلاگرای خانوممون. یکی به زنگ بزنه، یکی به زنگ بزنه. بعد مثلا یه خانومی داشتم میدم تو اینستاگرام، عجب صدای قشنگی داشت، گیتار رو میزد، بعد اولش اینجوری تو رو خدا، بعد مثلا یکی بهش زنگ بزنه. خیلی آهنگ خوبی بود دوست. تتلو شاهکار بوده هست، به نظرم خواهد بود. نه بچه‌ها موافقین؟ تتلو کاش گیتارم آزاد شه. خیلی داریم تتلو احتمالاً. دوست خاله پسر چیه؟ بنزین تمام کردی؟ آره بابا کف کردم با این چند قطره سهمیه بنزین که این واقعا چه آشغالیه آوردی. اینو همون موقعش هم که میداد هیچکی نمیدید. آقا سیاساکتی آشغاله؟ آشغال تویی. واقعا از سیاساکتی بی‌محتواتر ما داشتیم. محسن لرستانی. آقا محسن لرستانی بنده خدا صداش قشنگه، هیت ندیم انقدر. رامبو نسخه ایکس لارجش یه ذره بد در اومده، خودش خوبه خدایی. مطمئنم که اینجایی. مطمئنم جای دوری نرفته. به اوهایو خوش آمد. تیزپا رو من میتونم بگم کارتونی بود که من با بابام و داداشم مثلا با میانگین سنی 30 سال میشستیم میدیدیم. تیزپا خوب بود. تیزپا خیلی خوب بود و یه نکته که داشت، من بعد دیدن تیزپا توهم میزدم نمیدونستم کدوم دنیام الان، چون یه جایش بین فیلم و واقعیت واقعا جوونی هم بهاری بود و بگذشت. بعدی رو ببین، تو که اصلا با شناختی که دارم یادت نمیاد. من امیدم به تو پشت صحنه و تویی که دیگه دوستم نداری، دیگه دوستم نداری، دیگه دوستم نداری، دیگه دوستم نداری. افشین از بالکن میومد، بعد میدوی دنبال ماشین. من به خاطر کپی رایت نمیتونم بقیه‌شو بزنم. میدوی دنبال ماشین با زیرپوش. وایسا. کلا لودگی دوست داری. دست خودت نیست. تو خونته. اصلا نمیتونی جلوی خودت بگیری. به افشین بگی لوده، کسی که آرش گوش میکنه. توی یک دیوار سنگی 2 تا پنجره هستی.
باش. تفاوت رو حس میکنی؟ تفاوت سلیقه رو؟ من گوگوش میارم شما افشون بیاری. گوگوش نوستالژی نیست. نوستالژی نیست. گوگوش هنوز ترند ابی گوگوش داریش اینا هیچ وقت نوستالژی نمیشه. بحث ربطی نداره. آهنگ قدیمیه. چطور لاکوشاین اینجا نوستالژی همون نیست؟ آفرین اون- آفرین. اون جدیدش داره میاد دیگه. گوگوش فقط 4 سال داره خدافظی حرف میکنه. نزن خسته شواشی. به سره الکی صابون به درت نمارد. خیلی شبیه بود اسبه. خدا رحمت کنه 2 تا از دوبلورهای خفن کشورمون فوت کردن. لوک خوششانس. صدای بوشوگ و آره اسم دوبلور بوشفک چیه؟ من باید بشناسم ولی عجب صدای نازنینی داشتن. خیلی صداشون خوب بود. به نظرم ویدیو سکون گریه نکنی خواهد شد در ادامه. نمیدونم چقدر موافقی؟ من چند وقت پیش داشتم یه ویدیو میدیدم دوبلور اسبه داشتش به دوبلور خود لوک خوششانس میگفتش من باهات مشکل داشتم چون تو اون باز زمانی روم سوار میشدی. روشون شاد واقعا. اینا اسطوره های دوبله ایران هستند و خواهند بود. اسم دوبلور بوشفک هم محمد عبادی بود. محمد عبادی. مرسی از بچه پشت صحنه. هی محض اطلاعت، من از یوجین خیلی بیشتر از اون فیلین رایدر خوشم میاد. بیسو کمند. فکر کنم همه یه دور موهاشون انداختن پایین پنجره. دیدن نمیرسه. من خودم الان مثلا بخوام افشون کنم نمیشه. اصلا نمیشه با اون کاری کرد. چرا با تیغ نمیزنی بره؟ بیا آقا لکستانی میشی. نمیشه همون. چشمات گرمون عجیبه، تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه. خدا بیامرزتش. کی؟ چه خواننده بود نمیدونی فوت شده. نمیدونستی سرطان داشت. فوت کرد همون یه سال بعدش فوت کرد. یه سال 2 سال بعدش. جدیه داستان؟ آره این البته اگر داده اشتباه میگم اصلاح کنید. یه ولی سرچ آره. بزنید بچه‌ها. مهنوش. ولی قشنگ ویدیوی بلوتوسی بودش. خیلی اون دوران بامزه بود. مانی از دست دادی. من خیلی فقدان بدی رو تجربه. بیشور یهویی نمیگن که. اصلا لوک خوششانس چه چجوری وارد شدی؟ خب منتظرم بچه ها تکذیب کنن. جدیه تکذیب داستان؟ کرده؟ تکذیب داستان؟ خفه شو نمیشه بید. دوستان رامبد مثل همیشه محسن لرستانی باشه. داداش نیست دیگه. بشه کنم. تو که چشمات خیلی قشنگ نیست دیگه آقا. بنده خدا هنوز در قید حیاته. مهرنوش خواننده. منبع ویکی‌پدیا اعلام بود. 49 سالگی فوت کرده. نه فوت نکرده. 21 نوامبر. اصلا رامبد یه ذره احمقه. به منم یکی گفته ولی من که نمیدونستم. حرف نزن داشتم در ادامه ویدیو. آی یکی هست مرتضی پاشایی. اصلا مرتضی پاشایی خیلی شد. مرتضی پاشایی خیلی شد. 27 میلیون ویو خورده توی یوتیوب. هیچ کامنتی اصلا نمیتونم بدم راجع به مرتضی پاشایی. اینقدر که به نظر من هیچ آدمی در دنیا بنظر مرتضی پاشایی حیف نشد. و روش شد واقعا. روش شد. هم محبوب باشی، هم خفن باشی، هم انقدر خوب بسازی که بعد از فکر کنم الان حداقل 13-14 سالی شده. میشه از سوم بودیم. 2 سال بعد اینکه ایشون فوت شدن باز آلبوم داشت میومد ازش و میفروخت. خوب میفروخت. من روش شد مرتضی پاشایی عزیز. رو همه کسایی که واسه هنر این کشور زحمت کشیدن و الان دیگه بین ما نیستن. چه داخل ایران چه خارج از ایران. در دوران جنگ ما اینترنت نداشتیم. عارف عزیز فوت کرد. همه خاطره داریم با عارف. عارف اصلا رو همه شاد و امیدوارم حداقل الان حالشون خوب باشه. حال دلشون خوب باشه. میک تام و جری بود که توش جری خورده شد. یعنی میدونی که داستان خورده شدن میک رو؟ نه. حالا من نمیدونم این چقدر واقعیه ولی مثل اینکه پسر دیوید بکام همچی حال نمی‌کرده از اینکه فرار میکنه. دیوید بکام پول داده به کار کردن که بینو بخور.
شوخی میکنی؟ این چیزی که من شنیدم احتمالاً باز محمد اگه نهید بگی فیکه. دقیقاً دیوید بکام بچه‌ش همچین سناریویی داشت و با مزه‌ش اینه که اصلا کارتون جدا نبوده، تو دنیای لونی تونز بوده. آره. اینشو خیلی دوست داشتم و باگز بانی به نظرم خیلی جذاب بود. باگز بانی هم چقدر جاش خالیه، راست میگی اینجا باگز بانی هم میتونستیم بذاریم. نذاشتی؟ گذاشتی؟ نه گذاشتی. محترم اجازه دارین بر دستان شاه بوسه بزنید، هر کدوم اول خواسته. وای چه بخشنده، وای رابین هود. تئاترش هم خیلی قشنگه، اگه نرفتید برید، البته اگه هنوز در حال اکران باشه. ما معاونت آموزشی تو دانشگاه هیچ ولش چه بگو جالب من همین شد. میخوام آدم ترسیم بدم. همه دوست دارم بدونم با معاونت دانشجو این اون ماره هست صحبت کردنش با ما. قص خیلی دوست ندارم، ازت بدم میاد تا همینو گفتم. آقای هیچ بی اندازه آقای آقای هیچ معروف نشد، حتی دیگه خود درس رابین باد هود. ندارم، میتونی منو بندازی. اون موقع از این به خدا نسل الان چقدر با ما فرق میکنه. اون موقع از این ایرپاد نبود، بعد اصلا مود نبود شما تو گوشیت بخوای آهنگ دانلود بکنی. دو تا چیز مود بود، یه دونه این که ماهواره پخش میکرد مثلا پی ام سی، اینا شما بعد ضبط میکردی که مثلا هر وقت بخوای موزیک ویدیوش رو بتونی ببینی. دومی که من اینو باش گوش میدادم از این ام پی 3 های کوچولو که سیم میخورد میرفت تو گوشت بود. خیلیش هم سیمی نبود، خیلیش هم مجبور بودی بلند گوش بدی. اینو من چقدر اونجا گوش میدم. اینو چیزا هم می‌داشتن، یه سری سی دی فروشا بودن. یه بازار اینا کپی میریختن رو سی دی بعد میفروختن. بعد سی دی غیر قانونی بود. آره. یعنی بعد می‌رفتی زیر زمین میگرفتی سی دی ها رو. از یه جایی به بعد قانونی شد، یه سوپر هم آوردن. آهنگ تتلو یه دونه اینو گوش میدادم، یه دونه نمیدونم کی یادشه، یاس با تکناین. بعد تکناین آخرش من کنار تو ابد. تکناین رو مجبور کردم فارسی بخونه. یاس چقدر خفنه که تکناین رو مجبور کردم فارسی آهنگ بخونه. چرا دیدم یوگی خرسه. چرا اینجوری نگاه می‌کنی؟ خوشم نمیومد. اصلا از فیلم هایی که توش یه دونه شخصیت کارتونی بود بدم میومد. یا ساختن هم فیلم رو برمی‌داد، هم ساختار کارتون، یا فیلم باشه کارتون باشه دیگه. محل نمیدمت. من دیالوگ همیشگیمو میگم، مانی دست خودش نیست، ذاتش لود است. سامی بیگی عزیز. بابا سامی بیگی خیلی خفنه. دوستان تو کامنتات هر چی دهنتون نمیاد. بابا سامی بیگی همین الان همه کامنت میذارن چه شوگردی، عجب خفنی تو، چقدر جذابی. من اولیه یه بار دیگه میگی چی گفتی؟ نه یعنی چه پدر شکری هستی شما. شکر پدری هستی. دونیت کنید، خیلی نیاز به پول داره. واقعا بچه دوستان دارن مغزشون رد میده. بابا سامی بیگیه پسر، سامی بیگی سامی بیگی آدم خوب. چرا اصلا آهنگا با این آهنگ همه غیر میدادن مرد. چی تا بود عصار بیارم برام. نه این برا داره نه این برا داره بابا اصلا تو رو کدوم گروه گردن میگیره رام؟ این کیه دیگه؟ من اینو یادم نمیاد واقعا. ببینید من فضانوردار اینجا در مراکز مختلف آموزش فضایی تعلیم میدم. این گاوه. انگوری اصلا کارتون نسل ما نیست، دهه 60. من مامانم دیده. این گاوه. اصلا کارتون من نیست. من اصلا حرف نزدم از خود جواب شده. من اصلا هیچ نمی. انگوری اصلا هممون میدیدیم. انگوری کارتون نسل ما نیست. چیکار کنم ما میدیدیم. ما میدیدیم پسر. ما یه چیزایی آوردن برات، من ساعت‌ها میشستم پای اینا. حالا تو این که من نمیدونم دیگه. تو آشغالبین بودی؟ آشغالبین. ببین یعنی رندت باید بکنن تو کامنت. انگوری بگی آشغال. نه تو به سامی بیگی الان گفتی آشغال، به افشین گفتی آشغال، به گوریل انگوری نه به سامی رندت باید بکنی. سامی حالا شد سامی رو گفت. با تو من بهارم، بی تو شور زارم، وقتی هست وقتی نیستی بی تو یه قاب شکسته رو دیوارم.
ببینید یه میم دارد اونوریا، یه خواننده هست میاد میخونه، آقا هست داره میخونه میگه اینو ما فارسیشو داریم خودمون. این برنامه واقعا اینو ثابت کرد که ما هم از اینا داریم. استیج خیلی قشنگ بود، استیج بی‌نظیر بود. این تیکه که آوردم یه گروهی حالشون بده احساس میکنم، خانومه داره جیغ میزنه، میذارم ویدیوش پشت صحنه ببینید، بعد خود رضا روحانی داره میخنده که بابک بهش میگه هم که خودت زشته تو رو قرآن نخند. خود چهارتایی که دارن میخوام توشون دارن میخندن. دمتون گرم، استیج خیلی باحال بود، ولی خب حالا اینم فان استیج بود. آب، خاک، آتش، باد. اینو اومدم بذارم خودمم. آواتار به خصوص آن داشتم سعی میکردم خاک افزاری کنم، موفق نشدم. این چوبه مانی در خاک برداری بود. یعنی میخوای بگی تمرین نمیکردی مثلا آتش افزاری بعد از دیدن این ویدیو؟ ببین میکردم ولی لزوما با این پوزیشن نه. با چه پوزیشن؟ حالا خیلی حالتهای مختلفی رو میتونستم افزاری کنم. چه جوری اینجوری میکردن خودشون دیگه. من یه مدت خواستم باد افزاری کنم، فوت میکردم اینجوری میکردم بچرخه، ولی هیچ وقت موفق نشدم. من نزدیکترین ارتباطم با افزاری تو حمومه، وقتی دستتون حالا باز کنید آب میره در نوک انگشتاتون پایین، خیلی باحال بود. تو خدا تو کامنت ها منو تنها تو کامنت ها لطفا منو تنها نذارید. من یعنی تنها کسی بودم که تلاش میکرد عنصر افزاری کنه. من یک باد افزار لوبیا خور بود. نه من اول میخواستم با خاک شروع کنم، بریزم تو سر تو. یه عروسی بود این توش نباشه؟ این ساهنگان هم همینه آهنگش. منصور هر جا میرفتی یه عروسی، اون وسط داماد اینجوری. کلا منصور همینه. منصور نه قرارمون یادت نریادنی رو موتور میمیره یادم من چرا همه اسم بکنم میمیرن تو هر چیزی رو موتور تصادف میکردن، حالا یادم نمیاد میمیره یا نه، تصادف میکردن. رو موتور بود داستانشون، رو موتور بود. از کهکشان اومد زمین بیبال پرواز، مثل شهاب از آسمون اومد با یه راز. من برای بنتن یادمه واقعا خرج رو دست مامان بابام گذاشته بودم. یعنی هفته یه دونه رو که می‌خریدم یه لباس بود، یادم مثلا اون موقع 300,000 تومان پول جدی بود. اون موقع 300,000 تومان الان نیا نکنید 300,000 تومان مثلا میری دو تا نوشابه می‌خری میای 300,000 تومان تو می‌تونی مغازه رو بخری. خب کجا می‌خواد برساد این کوچه‌های در یه لباسی بود من می‌خواستم و یادمه بنتن بود، یه دونه از اینا حد سویشرتا که روی لباس میپوشن. آره. بعد اینجاش فقط و فقط مثلا خود این لباس 150,000 تومان بود. 150 تومان ساعتش از من گرفتن. تبدیل هم میشدی؟ فکر کنم روی یکیشون موندی مثلا. رو 4 دست موندم. دو دستم بهانه یه جایی. نه شبیه این دیتوی این موجود سیاهه بودش بعد تقسیم میشد. کاملا ایشو شبیه اون موجود سفید است که گوله میشد حمله میکرد. بنتن نمیدونم حالا چقدر شما یادتونه کسایی که نمیبینن، اون موقع ما اسباب بازی میکردیم، یعنی آدمک های بنتن رو اینجوری میخریدیم بعد بازی میکردیم واقعا اینجوری، چون تفریح ما این بود. یعنی یه PS2 داشتیم، یه ایکس باکس و کینکت بعدش اومد، قبل همه اونا ما با اینا بازی میکردیم، چیزی نبود اونقدر که. من PSP هم داشتم. PSP هم آره بود، ولی میگم انقدر دیگه درگیر فضای مجازی نشده بودیم واقعا، اون موقع هنوز زنده بودیم یه جورایی. واسه آدمایی که تو فضای مجازی کار میکنن کامنت جالبی دادی. آره واقعا کامنت عجیبیه، مثلا ما خودمون داریم کار میکنیم اما من خیلی دوست دارم برگردم به اونجایی که اوایل اینستاگرام بود. می‌بینی اوایل اینستاگرام وقتی یه نفر، حالا الان بحث کشید بگم چون زیاد از ویدیومون نمونده، اوایل اینستاگرام وقتی یک نفر مثلا عکس قهوه‌شو استوری می‌کرد همه اینجوری بودن که چه خفن چه تجربه باحالی، مثلا یه روز حتما بریم از کجا گرفتی اینا.
اتفاقی افتاده برامون در سطح جهانی و در ایران بیشتر. شما تا وقتی محبت در فضای مجازی میگیری که چیزت پایین باشه. یعنی شما اگه یه خونه 30 متری بخری، همه کامنت ها اینه که عزیزم انشالله بهترش رو میخری، موفق باشی، کم نیار. خونه 120 متری رو پست بذاری چیه میخواستی بکنی تو چشم مردم ها؟ چیه داستانت؟ خیلی فضای اینستاگرام الان پر از نفرت شده، نبود روزای اول اینجوری. من حالا خودم دروغ نگم، من اینستا نشدم هیچ وقت. من اینستا رو خیلی دیر ریختم تا 4 سال آخره. مثلا 4 سال اینستا دارم، ولی اصلا دوستش ندارم، اصلا دوستش ندارم و مانی هم میدونه. یعنی اینستا بهش گفتم روزی که شروع کردیم کارو، گفتم من اینستا هیچ نظری نمیدم، با خودته. چون شما داشتین اون موقع که اینستا لوگوش قهوه‌ای بود، عکس دوربین قهوه‌ای بود؟ نداشت. تو هم یاد نمیاد؟ من اینستا 6 7 سال منم دارم. بگی تو کامنت ها تجربهاتون. من یوتیوب هم یه نکته جالب بگم. یوتیوب 4-5 سال پیش نمیدونم کیا حالا چقدر با دقت چند نفر کسا میبینن تو یوتیوب، خیلی مان افتادن اینا. یوتیوب قدیم خیلی خوب بود. یوتیوب قدیم الان یه جوی هست که نه، الان یوتیوبرها بیشترن، مخاطبا بیشترن و اما انقدر همه با هم بدن و انقدر همه قدیم صمیمی‌تر بود. آره ببین وقتی جمعیت کمه، حالا استدلال بشه، هیچ وقت جمعیت کمه تو روت وا نشده، نمیری به اون متلک بندازی، اون نمیره به اونی که متلک بندازه جایی که میتونه. الان اصلا اینطوری نیست. یه جوی هست اونا میان به اینا تیکه میندازن، اون یکی ها میان. حالا هر سری هم مثلا مهم نیست تقصیر کیا، اینا با هم بدن. البته که قطع به یقین فضای بیرونی عامل تاثیرگذار مهمی رو اخلاق آدم هاست. فعلا همینه که هست دیگه. سعی کنیم یه ذره با هم خوش اخلاق‌تر باشیم، یه ذره کمتر به هم دیگه نفرت بدیم. 2 تا ویدیو مونده. خیلی دارم سعی می‌کنم با این 2 تا ویدیو گریم نگیره. یکیشو که تو مطمئنم ندیدی، یکیشو مطمئنم ندیدی. ولی دومی رو یه نفر تو کامنت‌ها برام نوشت و 10 بار دیدم، تصمیم گرفتم بذارمش. آقای حکایتی اسم قصه گوی ماست، زیر گنبد کبود شهر خوب قصه هاست، زیر گنبد کبود شهر خوب قصه هاست. آقای حکایتی قصه گوی داستان ها. حالا اتفاقا این مثلا این خیلی خاصی بود این برنامه، که یعنی تقریبا یه اکیپی بودن دیگه که این خیلی اکیپ خاص شده بود. یعنی تو بچگی ما اصلا رو محوریت اینها میگذشت. یکیش این بود، یکیش پنگول بود، نمیدونم که یادشونه یا نه، هومن حاجی عبداللهی. یکی هم یک ببعی بود تو ذهن ململ. ململ. آره این 3 تا بود که شما مثلا هنوزم داره پخش میشه جدی از شرک پویا. خیلی خوب. چقدر دلتنگی اون موقع هم. بارها گفتم اولین افسردگی من سر قطع شدن پرشنتون بود. رود درخشان هر دم خروشان ایسن هیولا در پاریس. هیولا در پاریس من قشنگ یادمه. اون تیکی هست میخونه اون خانومه، اون سکانس مثلا من 50-100 بار مثلا هی می‌دادم رو ریپیت همونو فقط گوش کنم، هی همونو گوش کنم، هی همونو گوش کنم. چقدر اون انیمیشن خوب بود، چقدر دوبله اون انیمیشن خوب بود، چقدر اصلا نمیدونم چی بگم در رابطه با هیولا در پاریس. اولین بار هیولا در پاریس رو تو سفر دیدم. یه چیزایی داشتیم الان دیگه فکر نمی‌کنم باشه. یه چیزایی شبیه لپتاپ کوچولو بود، اینجوری بازش می‌کردی CD می‌خورد توش، بعد میتونستی فیلم ببینی. شمال بودم، پدر بزرگم خب از طرف ارتش که مثلا بازنشسته ارتشه، از اونجا یه ویلا برامون گرفته بود تو شمال سازمانی. بعد خب اونجا سربازها بودن، نگهبانی میدادن از اون. حالا ویلای 4-5 طبقه، حالت ویلا آپارتمان داشت و من کل اون سفر با یکی از این سربازا خیلی رفیق شده بودم. تمام دغدغه‌ام برای 2-3 روز شده بود از اینکه براش چیپس تند بخرم، چون خیلی باش رفیق شده بودم و ناراحت میشدم وقتی مثلا مامانم میگفت نه حالا بعداً. آخرم براش خریدم، ولی چقدر همه چیز عوض شد. چقدر حالا دیگه جنس دغدغه‌مون از جنس چیپس تند نیست.
دقیق نونه. نون تنده روزگاره. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. شرمنده تش تلخ شد. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه. ممنون از اینکه ما رو تماشا مرسی که با ما بودین. تا یه تلکابین دیگه، خدا نگهدار.